سلام بینندگان عزیز، باز هم به یک داستان دیگر از چینل ما خوش آمدید. داستان ما به نام جنازه بی کفن. لطفا تا آخر شنونده باشین و در آخر چینل ما را سابسکرایب نمایید. تشکر. نزدیک و نزدیکتر می شد. قبرها جا به جا می شدند و اون در بینشان دنبال کسی می گشت. نگاهی براقش که به هم افتاد به سرعت چشم بستم. آب دهانم در حال گلوم گیر کرده بود و راه نفس را ازم می گرفت. صدای چکمه هایش روی برگ ها سمفونی عجیب را رقم زده بود. با یک حرکت دست دراز کرد و بدن برهنم را که به ملفه سفید مزین شده بود را در بر گرفت. دردی که در ناحیه زیر دلم حس کردم امانم را برید. تکه پیتزا را داخل دهان گنجاندم و به ساحل که هر آن آماده پرخوش بود خیره شدم. مشتش را کنار لبش نهاد و گفت: دختر، با کمال وقاحت میگم میرم. کیمیا قهقه زد و دستش را به حالت نمایشی در هوا داد و گفت: او ساحل، چقدر سخت میگیری؟ نمیبینی خانم باز چه جا شده؟ بفهمن نمرده شوتش میکنن بیرون. ارث را گرفتم و نوشابم را پایین داد و در حالی که دستم را به هم میزدم گفتم: نخیر. ببین ساحل، شرط بندی سر ماشینه، میدونی میرم سردخونه. از طرف سارا بالشت را سمتم پرت کرد و غرید: این کارا یعنی چی آیدا؟ دختر، میدونی اگه بفهمن از قصد رفتی گاوت ساییده است. بی توجه به غرغرهاشان روی کاناپه رها شدم و کنترل تیوی را دست گرفتم و سرخوش گفتم: قدم اول روز چند تا مرده‌شور میشورن؟ هرچند میدونستم انتهای این را ممکن به هلاکت ختم شود، ولی من هلاکت را با لذت میپسندم. کلاه روی سرم تنظیم کردم و غریدم: برو داخل قبرستون. میخوام ببینم جایی که قرار است دفن شوم چطوره. ساحل ماشین را داخل پارک کرد و سمتم عقب کرد و گفت: میشه یک لحظه سر جات او تو چیزت بشه؟ من جواب عزیزت را چی بدم؟ دستم را به دستگیره رفت و کوتاه گفتم: بدتر از این هم سهمم شده. ساحل نوچ کشداری گفت و در ادامه الله اکبری گفت و پیاده شد. پشت سرش از میان قبرها گذشتم. فرد ناله می کرد و فرد دیگر با خنده هر آنچه بر روی گذشته را توضیح می داد. پیرمرد مسن جارو به دست از کنار قبرها عبور می کرد. بدون توجه به ساحل سمتش دویدم و صداش زدم: آقا، میشه چند لحظه وقتتان را بگیرم؟ مرد مسن جارو رو روی زمین گذاشت و با صدای خسته گفت: بله دخترم. پلک زدم و کوتاه گفتم: سردخونه کجاست؟ انگار که به این سوال عادت کرده بود، در حالی که دست دراز کرده بود جارو رو چنگ بزنه گفت: انتهای قبرستان است، ولی اجازه ورود نداری. پیچ پیچ کنان باشه گفتم و سمت انتهای قبرستان دویدم. صدای آیدا گفتن سهیل به گوشم رسید. مقابل در بزرگ سردخانه ایستاد شدم. کمی خودم را بالا کشیدم تا شاید بهتر بتوانم از این شیشه کوچیک داخل را ببینم. با باز شدن در خودم را گوشه قاب کردم. مرد سیاه‌پوش به شخصی که مرده میشوره گفت: پس خوباشو جدا کن، و بدون نیم نگاه به اطرافش سمت قبرستون راه افتاد. صدای نفس زدنهای ساحل من را به خودم آورد. کجا را نگاه میکنی آیدا؟ بیا بریم. کلافه بود و نگران. آهسته گفتم: تو برو، من الان میام. عصبی چنگ به موهاش زد و گفت: دیوانه شدی دختر؟ ولت کنم و برم؟ بودو تا شر نشده. کنارش زدم و باز هم گوشم را چپوندم. این بار صدای فرد دیگر به گوشم خورد. الان اومد اینجا با هم هماهنگ کرد.
شاید 2 هفته دیگه. آره، شب با ماشین مخصوص دخترها رو میاره سردخونه. خدا حافظ. کمرم تیر کشید. فرصت بود برام یا غفلت. بینی مو بالا کشیدم و گفتم بریم سهیل. در حالی که اتو رو روی پیراهن می کشیدم گفتم خب خونه من را اشغال کردید. سهیل از پای تیوی داد کشید کیمیا قربون دستت، اون زیر سیگاری را برام بیار. با ارس اتو را برق کشیدم و غریدم میخوایی سیگار بکشی؟ برو بیرون بکش. عزیز بیاد اینجا به من شک میکنه. کیمیا بلند بلند داد زد آیدا تخم مرغ دارید؟ لباس را داخل کشو جا دادم و گفتم پدرک باز چروک شم و ادامه دادم. تمام شد. شونه را بروی موهای کوتاهم کشیدم و از اتاق بیرون زدم. سهیل با نهایت لودگی سیگار کنج لباش جا داد و دودش رو بیرون داد. چشمک زدم گفت فرقش اگر عزیزت چیز گفت بگو. سهیل پیشم بود. کلافه برو بابای نثارش کردم و برای کمک به کیمیا سمت آشپزخانه رفتم. شاید آشپزی ما کیمیا بوده باشه. اون کس که شرطها را قبول میکنه. هم من و سهیل هم معمولا اسپانسر این شرط هاست. کار کیمیا شروع کردم به سرخ کردن سیب زمینی ها. بی تفاوت گفتم پس تخم مرغ چی میشه؟ برنج را داخل آبکش ریخت و گفت تصمیم گرفتم یک غذای دیگه درست کنم و آرام ادامه داد. تصمیمت برای رفتن قطعیه؟ شانه بالا انداختم و گفتم فعلا باید ببینم که ماشین حمل جنازه ها آماده حرکت میشه. میخوام وارد سردخانه شوم. آدرس دقیق حمل جنازه رو باید پیدا کنم. لحنش به نگرانی تغییر کرد. با استرس گفتم میگم نرو خطرناکه. بابا این سهیل خودش از پیشنهاد بابرشون پشیمان شده. تو چرا سنگتو به سینه میزنی؟ تکه سیب زمینی جلوی دهانش گرفتم و خونسرد گفتم میخوام ببینم رفتن به سردخانه چطوریه. بعدم یادت رفته اماد میگفت سردخانه یکی از سردخانه های قدیمیه. قبلا هم مکان عیاشی های پولدارا بود. ممکن یکیش چیز هم سهممون شه. آستیناشو بالا زد و گفت ریسکش نمیارزه. بعدن اگر بفهمن زنده اید و برای دزدی بالا هر چی اومدید میدونین باهاتان چی کار میکنن. دوستان عزیز منتظر قسمت بعدی داستان ما باشید.